بچه ها درود بر شما. امروز میخوام براتون 3 صفحه برنامه بخونم که از بچه هایی که توی ایران هستن به دستمون رسیده. این یه برنامه‌ایه که با همکاری همه میتونه عملی بشه، به امید خدا. این پاییزو سخت بگیریم به خودمون که این زمستون آزادیمون باشه. این دوست عزیزمون خودش خواسته از ما که اسمشو اعلان نکنیم برای حفظ آزادیش و ما با حفظ احترام برای این خواستش نامشو بخونیم. سپاه نگران اسلام نیست، نگران از دست رفتن ثروت اقتصادیش است. با مبارزه اقتصادی نابودش میکنیم. آغاز برنامه‌های مبارزات اقتصادی جنبش راه سبز با حکومت فاسد اسلامی. همکاری ملی برای نابودی اقتصاد دولت کودتا و تمامیت سیستم جمهوری اسلامی. 3 ماه پاییز خواسته یا ناخواسته فشار اقتصادی خواهیم داشت، چرا که با آغاز دور جدید تحریم‌ها تورم به بیشترین حد خود میرسد. بیایید برای آزادی در زمستان سختی پاییز را تحمل کنیم. تمامی تلاش‌های دولت و حکومت بر این است که منافع اقتصادی خود را در خطر می‌بیند. حکومت نه دلش برای مردم سوخته و نه برای اسلام. تمام خطری که سپاه حس می‌کند از دست رفتن موقعیت اقتصادی است. پس باید از همان جا به او ضربه بزنیم. ابتدا راه‌ها را میگویم و بعد توضیح کوتاهی درباره هر کدام مینویسم. بعد تصمیم بگیرید. آیا دوست دارید مهر ماه فصل پاییز این نظام و هنگامه تسلیم و یا حتی سرنگونی آن باشد؟ آیا دوست دارید تا 2-3 ماه دیگر جانیان و متجاوزان و شکنجهگران را در محکمه‌های عدالت ملی ببینید که محاکمه و مجازات می‌شوند؟ اگر آری، از همین فردا این کارها را انجام دهید و بدانید خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خودشان بخواهند. پس برای تغییر سرنوشت خود و فرزندانمان همه با هم همت کنیم. حکومت ظلم پابرجا نمی‌ماند اگر ما همت کنیم. تمام پولها و سپرده‌هایتان را از بانک‌ها و سیستم بانکی خارج کنید. حساب بانکیتان را خالی کنید. چک پول‌ها و تراول چک‌هایتان را تبدیل به 1 پول نقد یا ارز کنید. این شامل هموطنان خارج از کشور هم می شود. آنها به خصوص با قطع کامل کارهای بانکی در شعب بانک‌های ایرانی کمک بزرگی به این طرح می کنند. 2. بدون از دست دادن وقت تمام پولهای